به همگی برگشتیم با این ویدیو. گفتم بهتون که میتونیم ویندوز به مک رو به ویندوز تبدیل کنیم و اینجا اومدیم که ببینیم بعد الان چیکار کنیم. خب وقتی که دانلودتون کامل شد میایین روی اول از همه که براتون یه دونه دانلود میاره اینجا و همونجوری که میبینید الان ویندوز روی لپتاپ منه، روی مک خودمه و اینجا ولی اینستال براتون میاد که باید اینستال بکنین اینجا. بعدش کاری نداره. بعدش باید برین توی اینجا. این خیلی مهمه، اینا روش خیلی تاکید دارم. اپل سافتور آپدیت، این خیلی بهش توجه کنین، خاطر اینکه مهمه دیگه برای وبکم و اون دوربینی که میخواین وصل کنین امنیتیه. و الان دیدید که کامل اینجا هست و ویندوز ما داریم تماشا میکنیم. بله همونجور که میبینید من میخوام دوباره الان برم روی مکم، میام روی این گزینه و این گزینه، 4 تا گزینه میاد و گزینه آخر ریستارت این مک او اس میزنم. اما من دوباره به خاطر اینکه دارم ویدیو میگیرم دوباره ویدیوم خاموش میشه. من فعلا ویدیو رو قطع میکنم و دوباره رو با مک او اس برمیگردم باهاتون. خدا نگهدار.